سرخط مهمترین خبرها: جوان تاجیک را برای سرکشی از خدمت از شهروندی روسیه محروم کردند. عضو گروه 24 در دوشنبه 10 سال زندانی شد. و هشدار از آمدن سیل در منطقه‌های کوهی تاجیکستان. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم در خدمت شما. امروز 12 اپریل است و ساعت در دوشنبه 10. یک جوان تاجیکستانی را برای فرار از ارتش از شهروندی روسیه محروم کردند. به نوشته رسانه‌های محلی ولایت ریازانسک، این جوان 21 ساله بعد گرفتن دعوتنامه به کمیسریات حربی حاضر نشد و از خدمت حربی سرکشی نمود. از او نام برده نشده است و نظرش معلوم نیست. در خبر از نام کمیته تفتیشات نوشتند که این جوان زاده تاجیکستان را از شهروندی روسیه محروم و همچنین جریمه کردند. پیش از این در اول ماه اپریل یک زاده دیگری تاجیکستان را در همین ولایت ریازان از شناسنامه روسیه محروم کرده بودند. خبرگزاری دولتی ریا نووستی روز 4 اپریل نوشت سن این شهروند تاجیکستان برای خدمت در ارتش موافق بود ولی به سبب در کمیسریات حاضر نشد. بعد آغاز جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین، برخی جوانان تاجیکستانی که همزمان شناسنامه روسیه را دارند از خدمت در ارتش آن کشور دست میکشند. تا این دم خبر کشته شدن چندین زاده تاجیکستان در جنگ ضد اوکراین رسانه‌ای شده است. یک قسم آنها محبوسان و باقی افسران قراردادی بودند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه عضو گروه 24 بلال قربانعلیف را به 10 سال زندان محکوم کرده است. حکم در آخر ماه فوریه امسال صادر شده. رادیوی آزادی تصدیق آن را روز 11 اپریل گرفت. یک مسئول دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه به ذکر نامش گفت بلال قربانعلیف به تشکیل اتحادیه جنایی گناهکار دانسته شد. معلوم نیست خود او در مرافعه چی گفته و تا کجا اتهام را پذیرفته است. پیوندان این عضو گروه 24 و وکیل دفاع او فعلا برای صحبت دسترس نیستند. حسین اشورف، اجرا کننده وظیفه رئیس گروه 24، حکم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه را نسبت به بلال قربانعلیف غیر قانونی دانست. او روز 11 اپریل گفت قربانعلیف را برای داشتن عقیده سیاسیش زندانی کردند. نمایندگان گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، روز 8 دکمبر سال گذشته در اظهارات گفته بودند که وزارت مهاجرت آلمان ماه نوامبر سال 2023 بلال قربانعلیف را به تاجیکستان راند. دیرتر مسئولان دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کردند که قربانعلیف در بازداشتگاه شهر دوشنبه است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از خطر آمدن سیل دوام 2 روز آینده خبر داده است. این نهاد در خبرنامه نوشته است روزهای 12 و 13 اپریل در یک قطار ناحیه‌های کوهی جمهوری و نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل پیش بینی می شود. علاوه بر این به نوشته کمیته سطح آب در رودخانه‌های کوهی و نزدیک کوهی بلند می شود و سنگفرایی و لغزش ترمه هم از احتمال دور نیست. کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان درخواست کرده است که از سفر به منطقه‌های کوهی و جمع‌آوری هیزم و ماهیداری خودداری کنند. همه سال در فصل بهار تاجیکستان شاهد آمدن سیل می شود. بعد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بازارهای نزدی مرزی با تاجیکستان بسته شدند، اما تیر ماه سال گذشته مقامات تاجیک برای فعالیت این بازارها دوباره اجازه دادند. در این بازارها ساکنان نزدی مرزی از تاجیکستان و افغانستان داد و گرفت می‌کنند. اولین گزارش رادیوی آزادی از باز شدن بازارهای نزدی مرزی را محمود جان رحمتزاده تقدیم می‌کند. ساکنان دو کنار رود 5 برای تجارت به بازار نزدی مرزی جمع می‌آیند. درهای این بازار در یک هفته روزهای شنبه باز می‌شوند. حالا تاجران دو ساحل برای ساکنان دو کشور تاجیکستان و افغانستان مال و کالاهای خود را پیشکش می‌کنند. نرخ و نوای این بازار از بازارهای دیگر منطقه فرق می‌کند. اینجا هم برای فروش آمدیم، هم برای خرید آمدیم. محصولات تولید افغانستان بیشتر آوردیم، نوشابه آوردیم، دیگه برنج آوردیم، روغن آوردیم، این چیزا را آوردیم. تاجران افغان به این بازار بیشتر شیرینی و آبهای تشنه شکن وارد می‌کنند. آنها از سوی تاجیکستان لباس و دیگر اشیاء روزگار را خرید می‌کنند. فعال شدن بازار ساکنان دو ساحل را با هم بیشتر آشنا کرده است. اکنون با تاجران هر چیزی که لازم شود به یکدیگر فرمایش می‌دهند. پیش چورمغز هم سودا می‌کردیم، اوزی لباس هم داریم، بعد خیلی درخت هم هر چی برای دارکوش هم می‌اریم، بسیار چیز هم خیلی زکاس می‌کنن که بیار ما برایش می‌اریم. مقصد که چورمغز هم میگن، لباس هم میگن، بسیار چیز خیلی زکاس میکنن برای ما، کیک هم میارن، آب هم میارن، خیلی چیزی که در کار مونه به هر حال میگیریم. سوزای تاجران افغانستانی میگویند که محصولات خود را منصفانه به فروش گذاشته اند.
توجه ساکنان تاجیکستان هم بیشتر به آبهای استحصال افغانستانی بوده است. خریداران میگویند قیمت محصولات در ابتدا گران نبود ولی پس از یک مدت کمی بالا رفته است. نرخ نوا بیشتر به مراد به انصاف یک تیازی یک کاروبکای 24 تا داره، ایشم 24 تا داره، اینا هم 24 دونه یک کاروبکا شده. این 40 سومه. این بود 24 تا داره 150 سوم. باز شدن بازار به اقتصادی دو منطقه تاثیر رسانده است. رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین میگوید فعال بودن بازار به نفع ناحیه و منطقه است. عین زمان زیاده از 80 نفر صاحبکاران در این بازار از حساب منطقه ناحیه شمس‌الدین شاهین و منطقه کلوب در این بازار جلب شده شدند و زیاده از صدها نفر از منطقه جمهوری افغانستان در این منطقه جلب شدند. بازار نزدی مرزی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان سال 2009 تأسیس یافته بود. تا آخر سال 2023 این بازار از زمان بنیادش فعال نبود. در حکومت شاهین گفتند که همکنون تجارت در بازار گسترش می‌یابد. بازار نزدی مرزی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ماه دکبر فعال شده بود. دیده می شود که از دو طرف یعنی از افغانستان و از تاجیکستان ساکنان و تاجران آمده به فروش مشغولند. ساکنان دو طرف میگویند که باز شدن بازار در نزد مرز با محصولات خوراکه و لباسه تأثیر خود را گذاشته است. بازار نزد مرزی ناحیه شاهین پنجمین بازار فعال در مرز به حساب می رود. حالا در شهر خوروغ، اشکاشیم و انجا دروازه تاجیکستان چنین بازارها فعالند. بازارهای نزد مرزی بر اساس سازشنامه از سال 2006 شروع به کار کرده بود. سال 2020 در زمان همگیر ویروس کرونا و سال 2021 بعد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تاجیکستان این بازارهای مشترک را بسته بود. بعد 2 سال تنفس اکنون بازارها فعال و تاجران دو طرف میگویند که به منفعت کار است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، از بازار نزد مرزی ناحیه شمس‌الدین شاهین. خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB از حمله به عبادتگاه یهودیان در شهر مسکو پیشگیری کرده است. این نهاد در خبرنامه نوشت که گمانبر در حمله یک زاده آسیای مرکزی بود که 10 اپریل هنگام بازداشت کشته شد. نام و نسب و از کدام کشور بودنی او ذکر نشده است. خبرگزاری اینترفکس از قول FSB نوشته است این نفر هنگام ادای جزا در کشورش زیر تاثیر از آن گروه‌های افراطی به عقیده‌های آنها گرویده است. به نوشته این منبع گمانبر ماه نوامبر سال 2023 از زندان در کشورش آزاد شده به روسیه می آید و برای حمله به عبادتگاه یا کنیسه یهودیان آمادگی می بیند. قبلا نشریه واشنگتن پست با تکیه بر 2 منبع نوشت خدمات مخصوص آمریکا از احتمال حمله به عبادتگاه یهودیان در مسکو به FSB خبر داده بود. کتاب یادداشت‌های الکسی ناوالنی درباره فعالیت مخالفیش در روسیه تیر ماه امسال در آمریکا نشر می شود. نیویورک تایمز با استناد به نشریه کنوپ اطلاع داده که کتاب مخالفی روس تحت عنوان وطندوست در مرحله اول با تعداد 500,000 نسخه چاپ کرده می شود. در کتاب درباره ایام جوانی ناوالنی، خانواده وی، کریر سیاسی و سوءقصد به جان او و نزدیکانش گفته شده است. در نشریات گفتند که کتاب را خود ناوالنی نوشته است و بعضی از قسمت‌های آن را به جانبدارانش گفته است و آنها نوشتند. قسمت‌های بیشتر کتاب در آلمان که بعد زهرالودشوی آنجا تبابت میشد نوشته شده است. الکسی ناوالنی سیاستمدار 47 ساله مخالف و یک از منقدان سرسخت کرمل به اطلاع مقامات روسیه روز 16 فوریه در زندان درگذشت. او را در محبسه در منطقه دورافتاده یامالو-ننتسک نگهداری می‌کردند. مقامات مرگ ناوالنی را طبیعی دانستند ولی همسرش یولیا ناوالنی و رهبران بعضی از کشورهای غربی مقامات روسیه و به خصوص پرزیدنت ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانستند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 اپریل را فرا می‌گیرد.
از 12 تا 22 اپریل سال 1941 نخستین بار از زمان تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان دکاده یا 10 روزه فرهنگ این جمهوری در شهر مسکو پایتخت SSSR برگزار شد. نخستین بار در تئاترهای معروف روسیه نمایشنامه‌های تئاتری ایجادکاران تاجیک، اپراهای لاله و شورشی واسه، اسپکتاکل‌های کلتکداران سرخ و رستم و سهراب نمایش داده شدند. این 10 حادثه مهمی فرهنگی برای ایجادکاران تاجیک گردید. روز 12 اپریل سال 1961 اولین بار پرواز انسان به کیهان صورت گرفت. لیتنانت کلون یوری گاگارین سوار کشتی شوروی وستوک نخستین بار از زمین کنده شده به مدار برآمد و در 108 دقیقه در اطراف سیاره زمین پرواز کرد. یوری گاگارین قهرمان اتحاد شوروی گردید و از آن زمان روز 12 اپریل چون روز فتح کیهان از طرف انسان یاد می شود. پرواز کیهان نورد شوروی بیشتر چون تلاش رقابت اتحاد شوروی با غرب در علم و فناوری ها و هم سلاح‌های پیشرفته ارزیابی می شود. 12 اپریل سال 1907 دانشمند تاجیک شریف جان حسین زاده تولد شده است که برای رشد علم ادبیات شناسی تاجیک، نقد ادبی، ایجاد ادبیات درسی و تربیت متخصصان سهمی زیاد گذاشته است. یکی از مؤلفان معروف کتاب ادبیات مکتب‌های تاجیکستان بوده. از محققان آثار و ایجادیات ابن سینا، رودکی، فردوسی و دیگرها می باشد. پروفسور شریف جان حسین زاده 81 سال عمر دید و دوام سالیان زیاد در دانشگاه ملی تاجیکستان درس داد. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد بالا رفته است. صبح امروز در بانک‌ها 1000 روبل به 116 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1093 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. تشکر که ما را در جریان هفته همراهی کردید و برای هر یک شما دوام 2 روز آینده استراحت خوشخواهانه. خدا نگهدارتان.